در همین اندلس که امروز اسپانیا نام داره یک زمان 7 قرن حکومت کردن مسلمان ها. در زمانی که اروپا در جهل و نادانی زندگی می‌کردند، شاهزاده های بریتانیایی و فرانسوی و بلژیکی و دانمارکی آرزو می‌کردند که برن تو دانشگاه‌های اندلس، در اونجا در قرطبه، در اشبیلیا، در غرناطه درس بخونن. این اسمای عربی بود که در این شهرها بزرگترین دانشگاه‌هایی که جدیدترین انواع علم و تکنولوژی آراسته شده بود در بلاد اسلامی قرار داشت. در زمانی که اروپایی‌ها حمام نمی‌کردند، خودشون نمی‌شستن، این یک رسم بود در بین اونها. در اون زمان هزاران حمام در شهرهای بزرگ اندلس اسلامی در اونجا وجود داشت که آثارش تا هنوزم هست. الله سبحانه و تعالی درهای دنیا رو باز کرد برایشون. رفتن فساد کردن، به دنبال زنا و شراب و رقص و فحشا و فساد رفتن. غضب الله نازل شد، صلیبی‌ها اومدن گلم همه رو جمع کردن. هر کسی، چه کافر باشه چه مسلمان باشه، وقتی که طغیان بکنه، وقتی که ظلم بکنه، وقتی که در ناز و نعمت الله سبحانه و تعالی را فراموش بکنه، عذاب الله بر او نازل میشه.